به این نمایشگاه رکورد لقب مبین خان رو دادن. مبین رستمی 28 ساله و اهل بانه، یک پسر کرد با دل و جرأت که از پیج 400 نفری کار خودش رو شروع کرد و اولین شعبه خودش رو به نام اتو وزیر افتتاح کرد که در این زمینه 3 ساله که فعالیت داره. همینطور در اغلب شهرهای ایران شناخته شده و آوازه شهرتش همه جا پیچیده. محبوبیت این پسر بیشتر به خاطر اینه که با مشتریهاش مثل برادر برخورد میکنه و ماشین‌های اتاق تعویضی که تحویل میده از فابریک بیشتر قبولش داره. در حال حاضر پیج ایشون با 1,200,000 دنبال کننده واقعی و 59 میلیون بازدید کننده پیج اول دنیا در ارتباط با ماشین‌های ایران و اتاق تعویض محسوب میشه. مبین خان اولین کسی بودن که لوگوی اتاق تعویض رو توی ایران معروف کرد و پرچم کردستان رو بالاتر برد. به گفته ایشون توی این راه سختی‌های خیلی زیادی متحمل شده. خیلی وقتها ناامید شده و از خیلی هم ضربه خورده. همینطور از نظر مالی به صفر رسیده ولی باز هم به راهش ادامه داده تا به این نقطه برسه. به قول خودش الله یار دشمن هزار.